آقای خاتمی. من خیلی ممنون متشکر از اینکه فرصتی دادید من عرضی داشته باشم. تشکر از خانم حقیقت از فرمایشاتشون. نگاه کنید، من تیتروار این مطالب رو عرض کردم، نرفتم وارد جزئیات بشم. خانم حقیقت، واقعیتش اینه که این قانون اساسی مشروطه همونطور که مستحضر است یه قانون اولیه است، بعد یه متمم داره و در دو مقطع هم به شما عرض کنم اصولی به اون اضافه شده. در چارچوب این قانون اساسی مشروطه یه سری امهات وجود داره، از جمله اینکه این پادشاه باید از چیز حقه جعفری باشه و پشتیبانی بکنه از این مذهب، و یکیش اینه که افرادی از علما و روحانیون طراز اول و مجتهدین باید تایید بکنن این مفاد قوانینی که از طریق مجلس به تصویب رسیده مسبب میشه در مجلس، یعنی یه نوع همون شورای نگهبان. یا در رابطه با هم مسئله فرزند ذکور که عرض کردم که صراحتا اعلام شده که باید فرزند ذکور ارشد بتونه زمام این رو در قالب توارث بگیره. عرض من این بودش که همین قانون اساسی مشروطه دو تا چیز واسه ما داشت، دو تا ارمغان داشت که فکر کنم که افراد اگر بخوان بدون به شما از کنم سوگیری به قضیه نگاه کنن، باید این دو تا موضوع رو به نوعی تایید کنن. یعنی این یه بحث علمی هست، یه بحث نظر شخصی نیست. یکی این که نه حکومت رضا پهلوی، رضا شاه و نه حکومت محمد رضا شاه یه حکومت در حقیقت به صورت سلطنت مشروطه نبود. اینا در حالا رفتاری که داشتن، شرایطی که داشتن، ما اینها رو یه دوران استبدادی تلقی میکنیم. درسته که قانون اساسی مشروطه حاکم بود، ولی اون چیزی که تهش در اومد اینطور نبودش که ما به دو پادشاهی برخورد بکنیم که اینا کارشون مثلا فرض کن پادشاه انگلستان، پادشاه بلژیک، پادشاه کشور پادشاهی فقط و فقط کارشون توشیه به شما ملوکانه باشه و سلطنت بکنن و حکومت نکنن. این یه مطلب دوم این که قطعا رفتارهای محمد رضا شاه به لحاظ دیدگاه‌های مذهبی در پایه‌ریزی انقلاب اسلامی در سال 57 مؤثر بود. یعنی کدهای زیادی وجود داره که آقای محمد رضا شاه پهلوی به شما عرض کنم که با بازگذاشتن دست روحانیون در عرصه‌های مختلف، درست کردن پایگاه‌هایی که اینها داشتن با توجه به تعداد مساجد، راندهایی که ایشون میدادن به مراجع، به حوزه‌های علمیه، همه به همه عواملی شد که تونست پایه روحانیون رو در این مملکت چنان قوی بکنه که بشن یک در حقیقت اپوزیسیونی در مقطعی از مملکت که همین شاه رو در حقیقت یکی از عوامل به زیر کشیدنش همین پایگاه مذهبی بود. از مساجد گرفته و تا آستان های مقدسه و تا حسینیه ها و حسین ارشاد و تا مشمارش کنم ورود افرادی مثل مطهری و شریعتی و امثالهم که اینا هم در آموزش پرورش هم در شما عرض کنم دانشگاه ها پایگاهی داشتن. و البته درک ما این بود که ایشون به واسطه جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران اینقدر نسبت به این موضوع با دست دلبازی برخورد کرد، ولی واقعیتش هر موقع هم که اشاره میشد ایشون اشارهش این بود که من پادشاه شیعه هستم و وظیفه‌م هستش که به این رکن مثلا برسم. عرض من این بود، خلاصش این که آیا نباید با توجه به شرایطی که الان وجود داره
در این قانون اساسی توسط کسانی که مشروطه خواهند، صرف نظر این که آقای رضا پهلوی باشه یا هر کس دیگه باشه، بیان تجدید نظر بکنن، بیان بروزش کنن، بیان این اشکالاتی که وجود داشته رو رفع بکنن، یا اینکه نه در بس بگن که آقا قبوله. اگر قائل به این باشن که باید تغییراتی به وجود بیاد، الان موقعش دیگه. پس کی باید این بحث رو مطرح بشه؟ الان بعد موقعشه از که براندازی. نه نگاه کنید، الان اتفاقا موقعشه. بعد از براندازی دیگه هیاهوها اینقدر زیاده، اینقدر به شما از کنم صداهای مزاحم زیاده که کسی اصلا گوش نمیکنه. امروز هست که ما میتونیم خیلی با فراغ بال بشینیم صحبت بکنیم، بحث بکنیم، جدل بکنیم، کد بیاریم و آماده بشیم مثل یه ورزشکاری که آماده میشه برای ورود به یه تورنمنت ورزشی، بریم وارد ولباخ بشیم و بریم ورزشمون انجام بدیم. نه اینکه وایسیم ببینیم حالا این فروپاشی انجام میشه، حالا تازه بعد بیایم ببینیم که باید این کار بکنیم یا نکنیم، آیا موقعش الان هست یا نیست. این حرف من این بودش، یعنی کلیت بحث من این بود که الان زمانی است که ما نقشه راه رو باید ترسیم بکنیم. چه کسانی که الان طرفدار جمهوری خواهی هستن که چطور این جمهوری به استبداد منجر نشه، مشروطه خواهی چطور تبدیل به شما عرض کنم استبداد نشه، چطور سکولاریسم حاکم بشه، چطور تمامیت ارضی حاکم بشه، به شما عرض کنم در سیاست خارجی، در مباحث کلان اقتصادی، تو روابط خارجی، اینا الان باید بحث بشه. دکتر من یه فردا که سوالی ببخشید دارم. تو 3 ماهی که آقای رضا پهلوی اشاره میکنه که آقا ما صرف 3 ماه میخوایم دوران گذار رو انجام بدیم، ببخشید تو این 3 ماه قرار چه اتفاقی بیفته؟ مگه میشه چیزی؟ ولی من یه سوالی دارم از آقای ای اجازه بدید آقای جمهوریت ای و علیرضا جان، ضروریت این. علیرضا جان چه مایک باز میکنه عزیزم؟ آقای ای مجبور میشم میخوام باز بدمت کنم. پایین ها. صبر کن، 2 ترسیدم نفر قبل واقعا. خب شما فرصت علامت هست دیگه، گذاشتن. فرصت هست که شما فرمایشتون داشته باشید. عرض من اینه که این 3 ماهی که ایشون ددلاینی که گذاشته، باید به لحاظ منطقی بنده به عنوان مثلا یه فرد که حالا یه مقدار تجربه دارم، حداقل اینه که حکومت‌های مختلفی رو دیدم که جابجا شدن، حالا چه به صورت شخصی تو همین ادواری که ما داشتیم، بهار عربی داشتیم، مسائل عراق داشتیم، مسئله افغانستان داشتیم، چه در طول تاریخ اصلا تو این 100 روز چطور میشه این دوران گذار رو انجام داد. خب این یکی از سوالایی است که باید مشخص بشه که طی این 100 روز قرار چه اتفاقی بیفته، احزاب شکل بگیره، چطور افراد و نهل‌ها میتونن آرایشون رو منتقل بکنن، چطور از راند خواهی جلوگیری بشه، جلوگیری بشه از پریشانی مملکت و اینکه بگن نه حالا اولویت اینه که حالا فعلا مثلا به این مسئله بپردازیم، حالا مثلا مسائلی که ممکن تحمیل بشه. اینا مسائلی است که از امروز ما میتونیم در موردش حرف بزنیم، در موردش آینده نگری بکنیم، چاره اندیشی بکنیم که انشالله بتونیم یه دوران گذار خوبی رو تجربه کنیم. ببخشید. ممنون آقای فتحعلی زاده. عرض من بکنم خدمت های آیدین و امویرج. با اجازهتون خانم حقیقت کامنت داره، آقا مهداد هم کامنت داره، بشنویم بعد برسیم خدمت دوستان. بانو حقیقت بفرمایید. خیلی متشکرم جناب آقای اکبری. عرض درود مجدد جناب آقای فتحعلی زاده عزیز. عرض کنم که خب خیلی خوب شد که ما سر مفهوم سکولاریسم به توافق رسیدیم. تعجب میکنم نشنیدین، اما شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتند حکومتی که مد نظر ایشون هست در هر شکلی که مردم به اون رأی بدن و اگر منتخب مردم ایشون باشند سکولار خواهد بود. در مورد فرزند ذکور و دیگر مواردی هم که فرمودید، اصولاً تاریخ برای درس گرفتنه و قاعدتاً حکومتی که تشکیل میشه قانون اساسی خواهد نوشت و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حکومت نخواهد کرد و میشه همه این
انقلت‌هایی که شما به حق داشتید در اون بررسی بشه و به رأی گذاشته بشه و شما، من و همه مردم ایران راجبش رأی بدیم و فکر میکنم این مشکل به سادگی، به همین سادگی که عرض کردم، قابل حل هستش. خیلی متشکرم آقای اجدری.